داستان 2 از کتاب 2 بیوه مردان سیاه، سریعتر از چشم. تامس ترامبال، متخصص کشف رمز دولتی، کاملا احساس ناراحتی میکرد. در صورت زرد و پرچین و چروکش نگرانی موج میزد. اون گفت اون یه نفر از ادارمونه. در واقع مافوقمه. لعنتی. واقعا موضوع مهمیه ولی نمیخوام هنریو تحت فشار بذارم. زمانی که اینا رو زمزمه میکرد از روی شونه نگاه سریع به هنری، پیش خدمت مهمانی ماهانه بیوه مردان سیاه انداخت. هنری با اینکه چندین سال از ترامبال مسن‌تر بود اما صورتی بدون چین و چروک داشت و در اون لحظه داشت با سرعت میز شامو میچید. او آرام و بی‌دغدغه به نظر میرسید و از این حقیقت آگاه نبود که 5 نفر از بیوه مردان سیاه در گوشه اتاق آرام سرها را به هم نزدیک کرد و مشورت میکنن. جفری آوالون، وکیل بلندقد، به سختی تونست صداشو پایین نگه داشته بود. در حالی که با انگشت میانی یخ رو توی نوشیدنیش تکون میداد، با صدایی کاملا خشدار گفت چطور میخوای جلوشو بگیری؟ هنری که احمق نیست. امانوئل روبین خیلی بی ربط بحثو عوض کرد. مطمئن نیستم که فردی از یک ارگان دولتی همینجوری بتونه به عنوان یک مهمون بیاد اینجا. ریش کم پشتش از عصبانیت سیخ شده بود و چشمانش از پشت عینک ته استکانی برق میزد. قبلا هم گفتم این موضوع شامل حال تو هم میشه. 80% پولی که به عنوان مالیات به واشنگتن میدم تو راههایی خرج میشه که من تاییدشون نمیکنم. ترامبال مزه پروند. ها، پس چرا رفتی رأی دادی؟ روبین که فراموش کرده بود صداشو کنترل کنه گفت کمترین نفعی که داشت این بود که زمانی که تقلب. جای تعجب بود که راجر هالستد، معلم ریاضی که عادت به فریاد زدن در کلاس‌های درس دبیرستانش داشت، جلوی فریاد زدن روبینو گرفت. اون دستش رو جلوی دهن مرد کوچک گرفت و گفت تام، مثل این که از این که رئیس داره میاد اینجا خیلی خوشحال نیستی؟ نه نیستم. موضوع مهمیه آخه. حقیقت اینه که من توی 2 موارد قبلی از دید خوب هنری خیلی استفاده کردم. خب، اگرچه هر چیز لعنتی که اینجا گفته میشه محرمانه است. حالا یه موردی پیش اومده که اونا قضیه رو به من محول کردن و منم مثل اونا توش موندم. به خاطر همین بدون اینکه بگم واقعا اینجا چه خبره از باب دعوت کردم که بیاد اینجا. جیمز دریک شیمیدان از دود سیگار خودش به سرفه افتاد و به کراواتش که مانند سر شیر دریایی بود دستی کشید و گفت درباره مهمانی شامی که اینجا برگزار میکنیم که چیز زیادی بهش نگفتی؟ اگه موضوع خیلی مهم باشه گفتنش اشکال نداره. چیزی که منو ناراحت میکنه هنریه. اون از این بازی لذت میبره. البته تا زمانی که فقط در حد یک بازی باشه. ولی وقتی پای یک موضوع واقعی پیش بیاد، شاید نخواد، شاید نتونه. اون تحت فشاره. روبین با کمی بدجنسی گفت پس به خاطر همینه که اینقدر حالت خرابه تام؟ آوالون با لحن سردی گفت من قبلا گفته بودم، الانم باید تکرار کنم که این چیزی که قرار بود یک مهمونی دوستانه باشه داره به جاهایی کشیده میشه. ما نمیتونیم دیگه یه جلسه معمولی و بحث داشته باشیم. ترامبال گفت متاسفم این دفعه رو نمیتونم. خب، رئیس هم اومد. حالا باید تلاش کنیم که بار قضیه رو دوش خودمون بکشیم. حداقل تا اونجا که ممکنه. خب، هنری آزار ندیم. اما کسی که با سرصدا از پله‌ها بالا می اومد ماریو گونزالو بود که به طرز غیر معمولی دیر کرده بود. با موهای براق بلند، ژاکت زرشکی، پیراهن راه و شالگردنی که پشت سرش توی هوا موج می‌خورد. همه اینا نشانه دقیقی از شلختگی اون بود. ببخشید دیر کردم هنری. و پیش از این که بتونه چیزی بگه نوشیدنی همیشگی توی دستانش قرار گرفت. مرسی هنری. ببخشید رفقا، توی تاکسی دردسر داشتم. راننده داشت درباره تخلفات شهرداری سخنرانی می‌کرد و منم عصبانی شدم باهاش دهن به دهن گذاشتم. دریک گفت اوه خدا به دادمون برسه. از هر 10 باری که این شر و ورا رو میشنوم یه بار باهاشون بحث میکنم. بعد یارو تلاش کرد که راهو عوضی بره و منم متوجه نشدم و یه مدت طول کشید تا بفهمم کجا به کجاست. یارو داشت منو میکشین توی این بحث که مسئله خوب بودن با همه و این چیزا باعث میشه که یک مش تنبل مفخور دردسرساز توی جامعه به وجود بیان و یک آدم نجیب نباید اصلاً چنین چیزی رو دریافت کنه. اون باید برای هر سنتی که به دست میاره زحمت بکشه. بعد من بهش گفتم که پس تکلیف آدمای مریض و پیر و مادرایی که بچه کوچیک دارن چی میشه؟ اونم شروع کرد به آه و ناله که چه بار زندگی سنگینی رو به دوش میکشه و حاضر نیست به کسی صدقه‌ای بده. به هر حال پیاده شدم و هزینه یک تاکسی $4.80 شد. البته 50 سنت بیشتر از دفعه قبل. آخر راهو گم کردیم.
4 تا $1 در آوردم و یک کم هم طولش دادم تا پول خورده‌امو بشمارم. دقیقاً 80 سنت جور کردم و دادم دست یارو. اونم پولا رو شمرد و بعد با تعجب بهم نگاه کرد. منم با ملایم ترین لحنی که میتونستم گفتم: همه پولیه که میگیری چیه؟ انعامم میخوای؟ گونزالو از خنده منفجر شد ولی هیچ کس با اون نخندید. دریک گفت: حقه کثیفی بود که به اون بدبخت زدی. اونم فقط برای این که دهن به دهنت گذاشته بود؟ اوه. آوالون از بالای قد بلندش به پایین چشم دوخت و خیلی رک گفت: ممکن بود کتک بخوری ماریو، منم به هیچ عنوان. اون یارو رو مقصر نمیدونم. گونزالو رنجیده خاطر گفت: هی، با رفیقتون اینجور برخورد میکنید؟ و در همین لحظه بود که رئیس ترامبال وارد شد. ترامبال با آرامشی که کمتر پیش می اومد تازه وارد رو به دیگران معرفی کرد. نام او رابرت آلفورد بانسن بود و مردی بود درشت هیکل و قد بلند. صورتش سرخ بود و موهای سفیدی داشت که اونها رو به عقب شونه کرده بود. آوالون از میون جمع با وقار گفت: حال شما چطور آقای بانسن؟ او تنها کسی بود که از تازه وارد قد بلندتر بود. بانسن گلوشو صاف کرد و گفت: از دیدنتون خوشحالم. نه مرسی، امروز سهمیه مشروبمو خوردم. یه نوشیدنی رژیمی باشه بهتره. ناگهان انگشتشو به سوی هنری گرفت. گارسون، یه کوکاکولای رژیمی، اگر نداری هر جور نوشیدنی رژیمی که شده. چشمان گونزالو گشاد شد و دریک فیلسوفانه از میان دودی که پیچ و تاب خورن از ته سیگاری که انگشتانش رو زرد کرده بود بالا میرفت گفت: خب آره، یارو دولتیه. گونزالو قرید و گفت: آره، نزاکتم خوب چیزیه. جوری انگشتشو تکون میده انگار هنری نوکرشه. دریک گفت: تو با تاکسی چیه بیادبی کردی؟ این یارو هم با پیش خدمته. گونزالو با حرارت در حالی که صداش داشت آروم آروم بالا میرفت گفت: این موضوع فرق میکنه. موضوع رفتار ذاتیه. هنری که هیچ نشانی از رنجش بابت بیادبی بر چهرش نبود، با یک بطری نوشیدنی غیر الکلی بر روی سینی برگشت و با خوشنودی اون رو برای تایید نشون داد. بانسن گفت: خوبه. و هنری اون رو باز کرد و نیمی از اون رو در یک لیوان پر از یخ ریخت. صبر کرد تا کف اون فرو بشینه. بانسن اون رو برداشت و هنری هم با سوی روی میز گذاشت و رفت. شام به اندازه دفعات پیش لذت بخش نبود. تنها کسی که به نظر می رسید تحت تاثیر این واقعیت که مهمان یک مقام بلند مرتبه دولتیه، هرچند که شناخته شده نیست، قرار گرفته روبین بود. اون از هر موقعیتی استفاده می‌کرد تا این موضوع رو بگه که نوشیدنی‌های رژیمی بزرگترین عامل اضافه وزن در آمریکا هستند. هالستد با حداکثر تمسخری که میتونست در صدای بی احساسش جا بده گفت: خب برای اینه که تو زیاد ازشون میخوری، وگرنه 1 کالری به ازای هر یه نوشابه که به جایی نمیرسه. روبین با حالتی تند گفت: اونا الان بیشتر از 1 کالری دارن، برای اینکه شیرین کننده سیکلامات بعد از آزمایش روی حیوانات حذف شده. ولی مسئله این نیست. مسئله اینه که رژیمی کردن هر چیز از نظر روانی بده. هر کسی که اضافه وزن داره تحت تاثیر مزایای نوشیدنی رژیمی قرار میگیره. ایشون الان 200 کالری صرفه‌جویی کرد و اینو با خوردن 1 قالب کره جشن میگیره که باعث میشه 300 کالری به دست بیاره. تنها راه وزن کم کردن گرسنگی کشیدنه. گرسنگی باعث میشه شما بیشتر از این که کالری به دست بیارید بسوزونید. هالستد که به خوبی از نرمی ناحیه شکم روبین خبر داشت گفت: آره خب. بانسن که با لذت به طرف خوراک مارنگو حمله میکرد گفت: به هر حال درست میگه. نوشابه رژیمی هیچ نفعی برای من نداشته. ولی خب از مزهش خوشم میاد. من دوست دارم از زاویه دید روانشناختی به این نگاه نکنم. گونزالو اخم کنن نشان میداد که به موضوع توجهی نداره. ولی وقتی که هنری خم شد تا قهوه او رو پر کنه او گفت: راجب راننده تاکسی نظرت چیه؟ حق با من بود؟ هنری گفت: آقای گونزالو، انعام صدقه به حساب نمیاد. به خدماتی که به صورت شخصی ارائه میشه معمولا پاداش کوچکی داده میشه و برابر دونستن این پاداش با صدقه شاید خیلی درست نباشه. گونزالو گفت: اینو تو میگی چون؟ و ناگهان حرفشو قطع کرد. هنری گفت: آره، منم مانند اون راننده تاکسی انعام میگیرم، ولی با این وجود فکر میکنم که نظرم هم درسته. گونزالو خودشو روی پشتی صندلی پرت کرد و آشکارا آزرده خاطر به نظر رسید. ترامبال با چنگال چند ضربه به لیوان خالیش زد و هنری آن را با لیکور پر کرد. ترامبال گفت: آقایون، موقعیت جالبی پیش اومده. آقای بانسن در اداره موافق منه. معمایی داره که میخواد برای شما بگه. و دوباره نگاه سریعی به هنری انداخت که بطری رو روی میز کناری گذاشته و با خونسردی کمی عقب‌تر ایستاده بود. بانسن با دستمال دهانش رو پاک کرد و با اندکی نگرانی نگاه سریعی به هنری انداخت.
ترامبال به سوی اون خم شد و گفت هنری از خودمونه باب. و ادامه داد باب بانسن میخواد فقط کلیت موضوع رو به شما بگه تا دیدگاهتون رو با اطلاعات غیر ضروری مخدوش نکنه. خود منم وارد موضوع نمیشم تا زمانی که به اندازه کافی از موضوع دستگیرم بشه. هالستد خم شد و زیر گوش دریک گفت فکر میکنم اگه موضوع اینجا حل نشه واسه تام توی اداره هیچ خوب نباشه. دریک شونه بالا انداخت و آهسته گفت این چیزیه که خودش خواسته. بانسن در حالی که سبد نونی را جابجا می‌کرد که قبلا خودش مانع اون شده بود که هنری ورش داره شروع کرد من فقط کلیاتو بهتون میگم. یه مردی هست که بهش میگیم اسمیت. میخوام بگیرمش ولی نه خودشو. اون تنهایی ارزش کمی داره. تو کارش وارده ولی اینم ارزش زیادی نداره. اگه بگیریمش چیزی از موضوعی که اهمیت بیشتری داره نمیفهمیم و به آدمامون هم راجع به این که موضوع مهمی وجود داره هشدار دادیم. به هر حال اگه بتونیم ازش استفاده کنیم تا ما رو به سوی آدمای بالادستی هدایت کنه. آوالون حرف اونو قطع کرد. متوجه هستیم. بانسن گلوشو صاف کرد و دوباره آغاز کرد. ولی ما اینقدرام بهش اعتماد نداریم که بخوایم این کارو باهاش شروع کنیم. ممکنه بشه ولی ما اطمینانی نداریم. اگه اون مربوط به همون تشکیلاتی باشه که ما میخوایم توش نفوذ داشته باشیم، اون زمان به اندازه کافی دلیل داریم که اون اطلاعات رو در همون رستورانی که معمولاً به اونجا میره منتقل کنه. یک بخش از این دلیل روانشناختیه. چیزی که ما تصور میکنیم آقای روبین اثباتش کرد. اسمیت هر جا همیشه مانند مردی جنتلمن پیداش میشه. بر این اساس ما دارم از موضوع خارج میشم و این بیشتر از اون چیزیه که لازمه بدونید. ما خواستیم براش تله بذاریم. برای یک لحظه او سرخ شد ولی زود خودشو جمع کرد. یعنی میخواستم براش تله بذارم و تله خیلی پیچیده و مفصلی بود. میخواستیم حواسشو پرت کنیم. حالا کاری نداریم چجوری. بعد یک مقدار دیتا بهش برسونیم که اونو منتقل کنه. دیتاهایی که میتونست به دردشون بخوره ولی نه خیلی زیاد. ارزش دیتاهایی که ممکن بود با این کار به دست بیاریم خیلی بیشتر از این چیزی بود که دست میدادیم. بانسن گلوشو صاف کرد ولی از هیچ کس دیگه صدایی برنخاست. هنری مانند مجسمه خاموش در کنار قفسه ایستاده بود. حتی دستمالی که در دستش بودم تکون نمیخورد. بانسن گفت اسمیت وارد رستوران شد و اون مورد رو با خودش به همراه داشت. وقتی که خارج میشد اون مورد همراهش نبود. ما میدونیم که اون مورد رو منتقل کرده. چیزی که ما نمیدونیم اینه که دقیقاً در کدوم لحظه عمل انتقال انجام داده شده. یا چجور این کارو کرده یا به چه کسی دادتش. ما نتونستیم اون مورد رو در جای دیگه‌ای پیدا کنیم. خب آقایون، حالا میتونید پرسشاتون رو بپرسید. ترامبال گفت حالا بیا اینو داشته باشیم ماریو. گونزالو لحظه‌ای فکر کرد و شونه‌شو بالا انداخت. جام برندی رو در میون انگشتاش چرخوند و گفت این چیزی که شما میگین مورد چه شکلیه؟ بانسن گفت حدود 1 اینچ درازا داره و تخته. یه درخشش فلزی داره که باعث میشه راحت دیده بشه. اونقدر بزرگ هست که نشه به آسونی قورتش داد. به اندازه سنگینی داره که اگه بیفته زمین صدا بده. سنگین‌تر از اونه که بشه به جایی چسبوندش. از آهن هم نیست تا با آهن رو جابجاش کرد. چیزی که ما بهش میگیم مورد جوری طراحی شده که عمل انتقال یا پنهانسازی رو سخت‌تر کنه. گونزالو گفت ولی خب اون توی رستوران چیکار میکرد؟ حتما غذا میخورد دیگه. آره، مانند همیشه اونجا غذا خورد. رستوران مجللی بود؟ یا رستوران پرنقش و نگار؟ اون معمولا اونجا غذا میخوره. منظورت اینه که چیز مشکوکی توی رستوران نبود؟ تا جایی که ما میدونیم نه. البته این باعث نمیشه که ما همینجور چشم بسته به اونها اعتماد کنیم. باور کنید که اینجور نبود. موقع غذا کسی همراهش بود؟ بانسن با وقار سر تکون داد. هیچکی. اون تنها غذا میخورد مانند همیشه. بعد از غذا صورت حسابو امضا کرد. آخه توی رستوران ها عضویت داره. بعد رستوران رو ترک کرد و سوار تاکسی شد. یک کمی جلوتر وایستاد. بازرسی بدنیش کردن. ولی اون چیز همراهش نبود. گونزالو چشاشو تنگ کرد و گفت یه لحظه وایسین. شما گفتین که صورت حساب امضا کرد. اون تو چی نوشته؟ شما میدونید؟ کاملا میدونیم چی بوده. صورت حساب پیش ماست. یه مقدار انعام داد که البته مقدارش کاملا معمولی و متعارف بود و چیز مشکوکی توش نبود و نامش هم امضا کرده بود. همین، چیز دیگه ای نبود. مداد گارسون رو قرض گرفته بود و بعد هم پسش داده بود. چیز دیگه ای رد و بدل هم نشد.
بهتون میگم که گارسون هم دقیقاً تحت نظر ما بود. گونزالو گفت من دیگه پرسشی ندارم. انگشت ترامبال به دریک اشاره کرده و ته سیگارش دور انداخت و ابروی خاکستریشو بالا برد و گفت گمونم که اسمیت توی رستوران از نزدیک تحت مراقبت بوده نه؟ به نزدیکی آستر و کتش. ما 2 آدم توی رستوران داشتیم که پشت 2 میز نزدیک اسمیت نشسته بودن. اونا آدمای آموزش دیده و کاربلدی بودن که وظیفه‌شون زیر نظر داشتن کامل حرکات اسمیت بود. بدون اینکه اون 2 متوجه بشن حتی نمیتونست خودشو بخارونه و نه اینکه دکمه‌شو لمس کنه، انگشتشو خم کنه یا پاشو جابجا کنه یا حتی باسنشو از صندلی بلند کنه. تو مدت که رستوران بود دستشویی رفت؟ نه نرفت. اگه میرفت تعقیبش میکردیم. آقای وانسن خودتون هم اونجا بودین؟ نه من برای تعقیب کردن افراد خوب نیستم. آخه خیلی تو چشم. برای تعقیب کردن بهتره از آدمای استفاده بشه که چهره و بدن معمولی دارن. من خیلی گنده و چاقم. نمیتونم تو این کار خیلی خوب باشم. دریک به علامت موافقت سر تکون داد و گفت فکر میکنید که اسمیت میدونست که تحت نظرش دارید؟ ممکن بود بدونه. آدمای مانند اون اگر خیلی بیگدار به آب بزنن و خیلی مراقب نباشن توی این شغل زیاد دووم نمیارن. در واقع اگه بخوام رو راست باشم باید بگم که در یک موقعیت کاملا احساس کردم که اون فهمیده تحت نظره. من اونور خیابون پشت پنجره ایستاده بودم و داشتم با دوربین 2 چشمیم نگاه میکردم. میتونستم ببینمش که داره از در گوشه‌ای رستوران بیرون میاد. دربون رستوران در تاکسی رو براش باز نگه داشته بود. زمانی که میخواست سوار شه کمی توقف کرد. انگار داشت دور و برش رو نگاه میکرد که ببینه کی اونو تحت نظر داره. بعد لبخند زد. یعنی در حقیقت پوزخند زد. چیز خنده‌داری اونجا نبود. انگار داشت چوسی میومد. در اون لحظه من تقریبا مطمئن بودم که ما مورد رو از دست دادیم و وقتی که دیگه پیداش نکردیم کاملا مطمئن شدم. دریک گفت ولی شما مطمئنید که وقتی اون وارد رستوران شد مورد همراهش بود و زمانی که خارج شد دیگه پیشش نبود؟ آره کاملا مطمئنیم. پیش از ورود به رستوران مورد به دست یکی از عوامل نفوذی بهش داده شد. یعنی در حقیقت یواشکی توی جیبش گذاشته شد. زمانی که از رستوران بیرون اومد خواست تاکسی بگیره، دربون دست تکون داد و یکی دیگه از آدمای ما در قالب راننده تاکسی اومد و سوارش کرد. اسمیت اصلا به راننده تاکسی شک نکرد چون رفتارش کاملا طبیعی بود. به راننده هم اطمینان کامل داریم چون یکی از آدمای ماست. ولی اینا مهم نیست. اون زمانی که سوار تاکسی شد ناگهان دید که توی دردسر کوچیکی افتاده که در ظاهر هیچ ربطی به ما نداشته. دستگیرش کردن و بردنش اداره پلیس و بازرسی بدنیش کردن. پس از این که روشن شد مورد همراهش نیست دقیق‌تر بازرسیش کردن. حتی با اشعه ایکس هم ازش عکس گرفتن. دریک گفت شاید مورد رو توی تاکسی گذاشته باشه. خب منم به این موضوع شک بردم. به خاطر همین تاکسی هم گشتیم. بانسن با سنگینی ادامه داد هیچ نکته‌ای وجود نداره که نشون بده ما توی کارمون صلاحیت نداریم. وقتی من میگم نگاه کردیم یعنی اینکه با نهایت دقت و ماهر بودن نگاه کردیم. زمانی میگم گشتیم یعنی اینکه با بیشترین دقت از بالا تا پایین رو گشتیم. روی کوچکترین چیزها رو هم نگاه کردیم. دریک به نشونه تایید سر تکون داد و گفت آره درسته، ولی به هر حال شما مورد رو از دست دادین. مورد اول اونجا بود و پس از اون دیگه نبود. پس اگه نخوایم درباره مسائل غیر طبیعی حرف بزنیم باید به این نتیجه برسیم که شما یه جا رو فراموش کردین. جایی که موقعی که داشتین نگاه میکردین پلک زدید یا جایی که وقتی داشتین میگشتین از نظرتون دور مونده. درسته؟ قیافه بانسن طوری شد که انگار لیمو ترش گاز زده و گفت گمونم راهی وجود نداشته باشه که بگم چیزی که میگی نادرسته. ولی خب کجا؟ به من بگو کجا؟ دریک سر تکون داد ولی هالستد که پیشونی بلندش از هیجان قرمز شده بود مداخله کرد. یه لحظه صبر کنید. دست از چشم سریع‌تره. شما دنبال چیزی می‌گردید که براق و سنگینه. ولی امکانش هست دیگه به اون حالت نموده باشه؟ اسمیت ممکنه که اونو توی یک تیکه خمیر فرو کرده باشه. در این حالت هم کدره هم بیشکل. اسمیت میتونسته اونو زیر میز چسبونده باشه یا بندازتش زمین. در این صورت خب بدون صدا افتاده و همونجا مونده. بانسن گفت دست سریعتر از چشم در صورتی که اونایی که شما رو میبینن ندونن که دقیقاً باید به چی نگاه کنن. ما همه چیزو میدونستیم که انتظار چی رو داشته باشیم. اسمیت نمیتونسته مورد رو توی خمیر فرو کنه و بدون اینکه آدمای ما بفهمن نمیتونسته اونو زیر میز بچسبونه یا روی زمین بندازه. هالستد گفت
بله، ولی توی این قضیه سریعتر از چشم همیشه ممکنه یه اتفاق انحرافی پیش اومده باشه که حواسا رو پرت کنه. هیچ اتفاق انحرافی پیش نیومده بود. در هر صورت همون آن که از رستوران خارج شد ما وجب به وجب اونجا رو گشتیم. هالستد مخالفت کرد. ممکن نیست شما وجب به وجب اونجا رو گشته باشین. آدمای دیگه‌ای هم اونجا رفتن و غذا خوردن. نکنه همه رو بیرون کرده بودین؟ ما میزش، دور و برش، همینجور همه رستوران رو گشتیم. ما کاملا مطمئنیم که مورد رو جا نذاشته. اون هیچ چیزی رو جا نذاشته. آوالان که دست به سینه روی صندلی نشسته و پیشونیش از اخمی ناخجسته چین خورده بود با صدای بلند انفجارآمیزی گفت: من از این داستان شما هیچ خوشم نمیاد. متوجه این نکته شدم که شما اطلاعات خیلی کمی به ما دادید و هیچ کدوم از امکانها، افرادها، وقایع و چیزهای مانند این مشخص نشدن. با این حال بازم بیشتر از اون چیزی که من تمایل دارم با شما گفتم. آیا از موافقتون برای گفتن این چیزا مجوز دارین؟ آیا قلباً اعتقاد دارین که تک تک ما قابل اعتمادیم؟ شما ممکنه از این بابت دچار دردسر بشین که واقعاً مایه تأسفه، ولی این چیزی نیست که الان منو ناراحت کرده. چیز مهم اینه که من نمیخوام بخشی از این بازی پرسش پاسخ و کاراگاه بازی بشم که شما منو مناسب دیدید و به من افتخار دادید که واردش بشم، ولی من نمیخوام. ترامبال بیهوده تلاش کرد که وارد بحث بشه و سرانجام گفت: بی خیال جف، چرا انقدر ناراحت شدی؟ بانسن دست سنگین و خپلشو بلند کرد و گفت: اشکال نداره تام، من متوجه منظور آقای آوالون شدم و فکر میکنم که ایشون درست میگه. من یک مقدار پامو از گلیمم درازتر کردم، ولی به هر حال این بازی کوچیکمون اگه مؤثر واقع بشه میتونه من رو از مخمسه‌ای بیرون بیاره. من اعتقاد دارم که اینطور قمار کردن ارزششو داره و تام به من اطمینان داده که همینجوره. ترامبال به زور لبخند زد و گفت: خب چی میگی؟ اگه سازمان بهت گیر داد تو هم میتونی تلافیشو سر من در بیاری. بانسن گفت: آره همینجوره. یه تیکه نون برداشت و ملچ ملوچ کنن مشغول خوردن اون شد. ادامه داد: آقای آوالون پرسید که آیا من به تک تکتون اعتماد دارم؟ جدا از این که تام در مورد شما به من اطمینان داده، البته خود من هم به مسئله اعتماد به دوستای نزدیک اعتقاد دارم. یه مقدار هم تحقیق کردم. نه تحقیق تمام عیار، بلکه به اون اندازه که مطمئن شم. در این لحظه بود که هنری مؤدبانه گلوشو صاف کرد و ناگهان در یک لحظه همه سرها به جز سر بانسن به سوی او چرخید. بانسن زمانی سرشو برگردون که متوجه تغییر مسیر سرها شد. ترامبال گفت: هنری چیزی میخوای بگی؟ بانسن از حرف ترامبال هاج و واج مونده بود، اما ترامبال ادامه داد: آره هنری؟ هنری به نرمی گفت: فقط میخواستم بگم تا موضوع خیلی مهمی گفته نشده از خدمتتون مرخص شم. ترامبال گفت: آخه چیز مهمی گفته نشده. بانسن گفت: به هر حال کار از کار گذشته، بذارید بمونه. هنری گفت: به نظر من میرسه که واقعا کار از کار گذشته. مطمئناً این تحقیقات دیگه به جایی نمیرسه. این مردی که شما بهش میگین اسمیت حتما میدونسته زیر نظره. زمانی که شما با اشعه ایکس بازرسیش کردین حد زده که احتمالا میکشنش. یارو الان توی بازداشتگاهه؟ نه، دلیلی نداشت نگهش داریم، ولش کردیم بره. پس سازمانی هم که اون براش کار میکرده بیشک فهمیدی که چی شده. در نتیجه روشاشو عوض کرده. اون یارو هم دیگه شاید براشون استفاده‌ای نداشته باشه، پس ناپدیدش میکنن و برای کاراشون یه برنامه دیگه میریزن. بانسن بی‌صبرانه گفت: آره، ولی خود دونستن این موضوع هم مهمه. اگه ما بفهمیم که مورد و چجوری انتقال داده، میتونیم یه شیوه جدید انتقال دیتا هم یاد بگیریم. میتونیم با این سیستم فکری آشنا شیم. این همیشه اهمیت داره. هنری گفت: متوجه هستم. ترامبال گفت: فقط همینو متوجه شدی؟ چیز دیگه ای نداری بگی؟ هنری سرشو تکون داد. چیزی که اتفاق افتاده شاید خیلی ظریف و پیچیده بوده. من نمیتونم چیزی بگم. ترامبال گفت: چرا نگو هنری. هنری با وقار گفت: ولی فکر کنم آقای روبین بتونه چیزی بگه. ایشون خیلی مشتاق صحبت میکنه. روبین با صدای بلند گفت: آره، برای اینکه عصبانیم آقای بانسن. شما درباره زیر نظر داشتن با دقت و گشتن وجب به وجب میگید، ولی من فکر میکنم زمانی که بهتون توضیح بدم که برای اسمیت چقدر آسون بوده که مورد رو بدون هیچ دردسر و نگرانی از این که چند نفر دارن نگاش میکنن منتقل کنه، شما تایید خواهید کرد که نادیده گرفتن این موضوع چقدر آسونه. بانسن گفت: آمادم تا توضیحاتتون رو بشنوم. بسیار خوب.
من چیزی که ممکن اتفاق افتاده باشه رو دقیقاً توضیح میدم. من نمیگم که این اتفاق دقیقاً به این صورت افتاده، ولی خب شاید اینجور باشه. اجازه بدین تا پرسشمو بگم. روبین صندلیشو از کنار میز عقب کشید. با اینکه ریز و لاغر بود، بلند قد به نظر میرسید. اون گفت: آقای بانسن، زمانی که آدمای شما اون رو با دقت میپاییدن، گمونم از جزئیات غذایی که سفارش داد نوت برداری کردن که اون نهار خورد یا شام؟ آره درست میگی، ما نوت برداشتیم. اون نهار خورد. توی دستور غذا هیچ نوع سوپ غلیظی نبود؟ ابروهای بانسن بالا رفت. یک امتیاز به نفع شما آقای روبین. اون سوپ خامه و قارچ سفارش داد. اگر بقیه منو رو هم میخواین، اون یک ساندویچ رست بیف با سیب زمینی سرخ کرده داشت و یک پای با یک برش پنیر و قهوه. دریک زیر لب گفت: آره، همه ما که غذاشناس نیستیم. روبین گفت: پرسش 2. حدس میزنم که اون فقط نصف سوپشو خورد، درسته؟ بانسن لحظه‌ای فکر کرد و لبخند زد. این اولین باری بود که اون در اون شب لبخند میزد. با لبخندش دندونهای سفیدش رو آشکار کرد که نشانه‌ای بود از اینکه زیر ظاهر چاق و خپلش مردی خوش قیافه است. اون گفت: میدونید، من فکر نمی کردم که شما بتونید از من پرسش هایی درباره هر بخش از ماجرا داشته باشید و من نتونم بلافاصله پاسخ بدم. ولی اشتباه می کردم. من نمیدونم که اون سوپشو تموم کرد یا نه. ولی خب مطمئنم که جزئیاتش ثبت شده. بیاین اینطور تصور کنیم که اون سوپشو نصف خورده بود. ادامه بدین. روبین گفت: بسیار خوب، آغاز می‌کنیم. اسمیت وارد رستوران شد و مورد همراهش بود. موردو کجا گذاشته بودین؟ زمانی که وارد رستوران میشد توی جیب شلوارش بود. ما هیچ نشونه‌ای از این که محلشو تغییر داده باشه ندیدیم. روبین گفت: خوبه. پس اون وارد رستوران شد. پشت میز نشست. غذا رو سفارش داد و روزنامه خوند. راستی روزنامه هم خوند آقای بانسن؟ بانسن گفت: نه، اون چیزی نخوند. حتی منو رو هم نگاه نکرد. آخه اونجا رستوران همیشگیش بود و میدونست چه غذایی سرو میشه. پس از اون زمانی که نخستین بخش غذا روی میز قرار گرفت، اون عطسه کرد. این عطسه یک علامت انحرافی بود. البته راجر قبلا به علامت انحرافی اشاره کرد، ولی حدس میزنم منظورش این بوده که مثلا یک نفر با اسلحه بیاد تو، بعد حواس همه پرت بشه یا آتش سوزی بشه و این چیزا. ولی عطسه میتونه یه علامت انحرافی باشه و به اندازه‌ای طبیعیه که کسی متوجهش نمیشه. بانسن به آرومی گفت: ما از این بخشا بی توجه رد نمیشیم. اون عطسه نکرد. روبین گفت: یا شاید سرفه، سکسکه یا همچین چیزی. به هر حال یه اتفاق طبیعی افتاده که اون میبایست دستمالش از جیبش در بیاره و من مطمئنم که جیب چپش بوده و اونو بگیره جلوی دهنش. بانسن گفت: نه، اون همچین کاری نکرد. روبین گفت: زمانی که دستشو کشید کنار، مورد که قبلا توی جیب شلوارش بوده الان توی دهنشه. بانسن گفت: من فکر نمی کنم که امکان داشته باشه که اون مورد رو بدون اینکه ما ببینیم توی دهنش گذاشته باشه یا اینکه توی دهنش نگه داره بدون اینکه مشخص بشه. ولی گیریم که اینجور بوده. خب سوپ جلوش بوده، اون شروع کرده به خوردن. مطمئنا شما نمیخواید بگی که اون سوپ دست نخورده بوده دیگه؟ نه، من کاملا مطمئنم که دست نخورده نبوده. یا اینکه بخوایم بگیم که سوپ رو با کاسه سر کشیده. بانسن لبخند زد: نه، این کارو هم نکرده. پس فقط یه کار میتونست انجام بده، اینکه قاشقو بزنه توی سوپ و ببره توی دهنش، دوباره توی سوپ و بعد توی دهنش. درسته؟ باید بگم که آره. مورد رو از دهنش میذاره توی قاشق و توی سوپ قرار میده و چون سوپ خامه و قارچه شفاف نیست، پس مورد داخل سوپ دیده نمیشه. اون بقیه سوپو نخورده. بعدن یک نفر توی آشپزخونه مورد رو برمیداره. روبین فاتحانه به دیگران نگاه کرد. سکوت کوتاهی برقرار شد. بانسن گفت: چیزی که میخواستید بگید همین بود آقا؟ شما موافق نیستین که این تنها روش ممکن بوده؟ بانسن آه عمیقی کشید. نه، نیستم. کاملا غیر ممکنه. دست از چشم تعلیم دیده سریعتر نیست و موردم بزرگتر از اون بوده که به راحتی توی قاشق سوپ خوری جا بشه. علاوه بر این، شما مهارت و دقت ما رو دست کم گرفتید. ما یه آدم هم توی آشپزخونه داشتیم و اون هر چیزی که از سر میز برمیگشت رو بررسی میکرد. اگه کاسه سوپ یا مقداری سوپ داخلش برمیگشت، مطمئن باشید که یک مأمور با دقت اون رو خالی کرده بود. آوالون که برخلاف میلش به موضوع علاقه‌مند شده بود، میونه حرف اون پرید: پیشخدمت چی؟ بانسن گفت: پیشخدمت از ما نبود. اون یک آدم پیر بود و علاوه بر این ما او رو هم زیر نظر داشتیم. روبین هوا رو از بینیش خارج کرد و گفت: شما باید به ما میگفتید که توی آشپزخونه هم آدم داشتید. بانسن گفت:
شاید، ولی تام به من گفتش که کمترین اطلاعات ممکنه رو بهتون بدم تا بتونیم به همه جزئیات نگاه کنیم. آوالون گفت اگه شما یه فرستنده کوچیک توی مورد جاسازی می‌کردین، خب در این صورت باید توی فیلم‌های جیمز باند می‌بودیم. متاسفانه کارشناسای ما نمیتونستن توی این بخش کاری کنن. نه، تله میبایست کاملا عاری از این چیزا میبود. بانسن گرفته به نظر میرسید. من زمان زیادی رو برای کار کردن روی این موضوع گذاشتم. او به اطراف نگاه کرد و گرفتگی چهره‌ش عمیق‌تر شد. خب تام، چجور پیش رفت؟ تام با ناراحتی گفت یه لحظه صبر کن. هنری؟ بانسن گفت میخوای پیش خدمت چیکار کنه؟ ترامبال گفت بیا اینجا هنری، چیزی به ذهنت نمیرسه؟ هنری مؤدبانه گفت چند لحظه پیش یه چیزی بود، یه چیزی که فکر کنم از قلم افتاده. آوالون گفت یه چیز کاملا واضح و ساده است هنری؟ متاسفانه همینجوره قربان. آوالون در حالی که به سوی بانسن میچرخید گفت هنری مرد درستکاریه و دروغ و دغلم تو کارش نیست. وقتی ما مانند احمقا دنبال راه حل پیچیده میگردیم، هنری همیشه ساده ترین راه حلی که به ذهنش میرسه رو میگه و معمولا درسته. هنری متفکرانه گفت قربان، به من اجازه میدین که بگم؟ بانسن گفت بفرمایید. گمون کنم زمانی که این آقای اسمیت شما داشته از رستوران بیرون میومده، ماموراتون دنبالش نیومدن بیرون. معلومه که نه. اونا وظیفه خودشون رو توی رستوران داشتن. وظیفه این بوده که مراقب باشن که اون داخل رستوران چیز قابل توجهی به جا نذاره. و مأمور توی آشپزخونه هم همونجا مونده. آره. و مرد خارج از رستوران یعنی همون راننده تاکسی هم مأمور شما بوده. پس منصفانه است که تصور کنیم که اون باید مراقب رفت و آمد ماشین ها بوده باشه تا بدونه که کی از جاش حرکت کنه و کی کنار خیابون متوقف بشه تا بتونه اسمیتو درست سر موقع سوار کنه، نه زودتر نه دیرتر. بانسن نخودی خندید. آره و کارش هم خوب انجام داد. زمانی که دربون برای تاکسی دست تکون داد، اون با مهارت راه تاکسی دیگه رو سد کرد تا خودش برسه. هنری گفت دربون هم یکی از مامورای شما بود؟ نه، اون یکی از کارمندای معمولی رستوران بود. شما هیچ ماموری توی خیابون نداشتین؟ اگه منظورت اینه که مامورا توی خیابون ایستاده باشن، باید بگم که نه نداشتیم. پس زمانی که اسمیت از رستوران بیرون اومده، پیش از سوار شدن به تاکسی، یکی دو لحظه بوده که کسی اونو ندیده، یا اگه بخوام واضح‌تر بگم، به صورت حرفه‌ای تحت نظر نبوده. بانسن با رگه‌ای از تحقیر در صداش گفت ولی یادت رفت که من خودم اون طرف خیابون پشت پنجره بودم دیگه و داشتم با دوربین دو چشمی نگاش میکردم. از اون ور خیابون خیلی خوب میدیدمش. دیدم که راننده تاکسی سوارش کرد. از در رستوران تا در تاکسی کمتر از 15 ثانیه طول نکشید و من در هر لحظه داشتم نگاش میکردم. روبین ناگهان به میون حرف اون پرید. حتی زمانی که حواستون پرت راننده تاکسی بود که چه جوری کنار جدول متوقف میشه؟ همه ساکت بودن، اما بانسن گفت حتی اون موقع. هنری گفت آقای بانسن، فراموش نکردم که شما داشتین نگاش میکردین، ولی شما خودتون گفتین که مناسب اینجور کارا نیستین. شما حرفه‌ای نگاه نمی‌کنید. بانسن که لحن تحقیرآمیزش آشکارتر شده بود گفت من چش دارم دیگه، یا نکنه میخوای بگی که دست از چشم سریع‌تره؟ فکر میکنم گاهی زمانی که به اندازه کافی خوب حرکت کنه. آقای بانسن، شما دیر رسیدید و ماجرای آقای گونزالو رو نشنیدید. آقای گونزالو دقیقاً مقداری که تاکسیمتر نشون میداد همونقدر به راننده تاکسی پول داد، یعنی انعامی نداد. ولی موضوع انعام دادن به راننده اونقدر مرسومه که همه ما از این که انعام نداده شوکه شدیم. حتی من همین رفتار رو محکوم کردم. چیزی که عرفه زمانی مورد توجه قرار میگیره که شکسته بشه. اگر در جای خودش انجام بشه کسی بهش توجه نمیکنه. بانسن گفت داری به من میگی که راننده تاکسی ما کار اشتباهی انجام داده؟ باید بگم که همچین چیزی نبوده. هنری صادقانه گفت میدونم که نبوده، ولی آیا فکر نمی کنید که ممکنه چیزی باشه که شما اون رو کاملا میبینید اما با وجودی که دیدیش متوجهش نمیشی؟ من نمیدونم که داری چی میگی. حافظه خیلی خوبی دارم و به تو اطمینان میدم که در 15 ثانیه‌ای که اسمیت از رستوران تا تاکسی رفت کاری نکرد که متوجهش نشده باشم. هنری یکی دو لحظه فکر کرد و گفت این اتفاق باید افتاده باشه و اگه شما متوجهش میشدین وارد عمل میشدین، اما شما وارد عمل نشدین و هنوز سردرگمید. بانسن گفت هر چی که بوده پس پیش نیومده دیگه. میدونیم که دربون که کارمند ساده رستوران بوده یه تاکسی برای اسمیت خبر کرده، برای کسی که مشتری محترم رستورانیه که همیشه به اونجا میره و اونجا بهش خدمت میدن
و این اسمیت، کسی که همه اون رو به عنوان یک فرد مبادی آداب و رفتار میشناسن، خب به دربون انعام داد. بانسن این رو گفت و ناگهان در سکوتی مرگبار فرو رفت. در سکوتی که پیش اومد هنری گفت و اگه انعام داده مطمئناً اون رو به همراه مورد از جیب شلوارش بیرون آورده و اون مورد طوری که شما گفتید مانند یک سکه بوده. پس از اون هم لبخند زده و این چیزی بوده که شما دیدید. پایان این داستان. سریعتر از چشم برای نخستین بار در شماره ماه می سال 1974 مجله ارلی کوین میستری مگزین منتشر شد. در اینجا باید چیزی رو اعتراف کنم. در زمان نوشتن داستان بیوه مردان سیاه، من تحت تاثیر داستان‌های آگاتا کریستی که الگوی من در نوشتن داستان‌های معمایی هستند بودم. زمانی که یک نسخه از کتاب داستان بیوه مردان سیاه رو به مارتین گاردنر دادم، کسی که ستون سرگرمی‌های ریاضی در مجله ساینتیفیک امریکا رو می‌نوشت و اخیراً به عضویت باشگاه ترپدور اسپایدرز در اومده بود، زمانی که اون خوندن کتابو به پایان برد، یادداشتی برای من فرستاد که نوشته بود به عقیده او زیاد شبیه داستان‌های آگاتا کریستی نیست. او گفت به نظر او این داستان‌ها حالا هوای داستان‌های فادر براون نوشته جی.کی چسترون رو با خودشون دارن. اون درست میگفت. من یکی از خوانندگان داستان‌های چسترون هم هستم. اگرچه نظرات و عقاید او برای من خوشایند نیست، ولی در نوشتن داستان سریعتر از چشم من تحت تاثیر یکی از بهترین داستان‌های کلاسیک چسترون یعنی مرد نامرئی بودم.